سلام بچه ها، چه خبر؟ حتما ظاهرتون برام عجیب. من دارم یه چالش خفن میگیرم به اسم اتاق هنری. سواله که اتاق هنری چیه؟ خب ببینید، اتاق هنری یه بازی خیلی جالبه که خودم ابداعش کردم. بازی اینجوریه که ما چند نفر رو میخوایم به چالش بکشیم و اون کسایی هم که در مسابقه شرکت میکنن جزو پلیرای یوتیوب و آپارات هستن، یعنی میشه گفت یوتیوبرن و شما خیلی از اونا رو میشناسید که بیشترشون دوستان من هستن. حالا چه اتفاقی قراره بیفته؟ ببینید، این ما پلیرها رو به چالش میکشیم تا در یک بازی خیلی جالب و جذاب با همدیگه رقابت کنن و همدیگه رو بتونن شکست بدن. بازی رو طی برنامه‌هایی که براتون در طی اتاق هنری میذاریم متوجه میشید. همه بازیکن‌ها تیپ و استایل هنری دارن. من نمیخوام تمام چالش‌ها رو بدم، اما یکی از چالش‌هایی که میخوام بهتون بگم عکاسی. پلیرها رو مجبور نمی‌کنیم که از چیزای معمولی عکس بگیرن، بلکه اونا رو مجبور می‌کنیم از چیزای وحشتناک و چیزایی که ازشون میترسن عکس بگیرن. خیلی چالش طنزیه. مثلا یه مثالی بخوام بزنم، فرض کنید یکی از پلیرها از عنکبوت میترسه، ما مجبورشون میکنیم از عنکبوت عکس بگیره از فاصله خیلی خیلی نزدیک داخل منافذ شیشه‌ای که طراحی شده. ما اینجا در این استودیو طبق دوربینای فیلم برداری که اینجا قرار داره با بازی رو براتون ضبط میکنیم و اینجوری دیگه با موبایل نیست، بلکه با بیشترین امکانات پیشرفته و امکانات جالب و جذابه. اگه برق رفت وسط بازی اصلا مهم نیست، چون ما اینجا ژنراتور داریم. خب ببینید بچه ها، این بازی رو حتما ببینید. فعلا ما داریم این بازی رو براتون ضبط میکنیم، احتمالا تا ماه دیگه، احتمالا تا تیر، قطعا تا اوایل تیر قطعا داخل یوتیوب این بازی قرار میگیره، داخل یوتیوبمون و داخل، چون به خاطر حجم بالای ویدیو این ویدیو رو نمیتونیم داخل آپارات قرار بدیم، برای همین داخل یوتیوب قرار میدیم. لینک کانال یوتیوب تو آپارات هست، لینک کانال آپارات تو یوتیوب هم هست. خیلی خوشحال میشم که ما رو حمایت کنید، ساب کنید و خیلی ازتون ممنونم. بریم چند تا تیکه از بازی رو ببینیم. برو بریم.